سلام بچه ها. بیاین در مورد MS و تغذیه صحبت کنیم. اول از همه سعی کنیم مصرف نمک و چربی رو به حداقل برسونین. این بیشتر برای اونهای اهمیت داره که یه سری احساسات عجیب دارن تجربه میکنن، مثل سوزن شدن، گزگز یا بی‌حسی موقت. سعی کنین مصرف گوشت قرمز چرب سرخ شده رو قطع کنین، مثل چی؟ مثل برگر. و سعی کنین مصرف پنیر رو هم کم یا حتی قطع کنین، مثلا پنیرهای پیتزاست. مصرف پروتئین، آب و فیبر رو بالا ببرین. مصرف پروتئین و آب خستگی شما رو کمتر میکنه و مصرف فیبر از بروز یبوست جلوگیری میکنه. این مهمه که بدونین یبوست و عفونت دو عامل خطر خیلی مهم برای پیشرفت یا فعالیت MS هستن. این رو یادتون باشه که چاقی میتونه بعضی از علائم شما رو تشدید کنه. بعضی از بچه ها گزارش میکنن که ما با خوردن بعضی از غذاهای مشخص دچار تشدید علائم میشیم. بیشتر از همه معمولا لبنیاته. ببینید، ما شواهد علمی وجود نداره که لبنیات برای MS مضره، ولی اگر شما هر غذایی مصرف کنین که شما رو دچار تشدید علائم میکنه هرچند موقت، بهتره که اون غذا رو دیگه مصرف نکنید. چرا؟ حتی اگر این غذا به صورت مستقیم روی بیماری شما تاثیر بدی نداره، اون تشدید علائمی که براتون به وجود میاد هرچند که موقت هم باشه باعث استرس شما میشه و استرس میتونه برای MS خیلی مضر باشه. مرسی.